سلام علیکم، حالتون چطوره؟ امیدوارم که هر کجا که هستین حالتون خوب باشه، دلتونم شاد باشه. خیلی خوش اومدین به قسمت بعدی. من آتنا هستم و این دومین ویدیو از آموزش تئوری موسیقی داخل چنل من هستش. بچه‌ها ویدئوی قبلی رو اگه دیده باشین ما اومدیم راجع به یک سری از موارد صحبت کردیم. در رابطه با خط حامل صحبت کردیم که گفتم آقا خط حامل جایی که من میام نوت‌ها روش می‌نویسم، بینش هم فاصله ها داره که من گفتم این جلسه حالا مهمه راجع به صحبت بکنیم. بین خط‌ها هم ما میایم نوت‌ها رو می‌نویسیم. بعد اسم نوت‌ها رو یاد گرفتیم، گفتیم حالا بهتره که با یه ترتیبی بیایم حفظشون بکنیم. گفتیم با این ترتیب حفظ بکنیم که دو، ره، می، فا، sol، لا، سی. گفتیم بعد از اینکه این چرخه تموم بشه دوباره برمیگردیم به نوت دو، یعنی هزاران بارم من بخوام مثلا تکرار بکنم دوباره از نوت آخرمون که مثلا نوت سی هستش دوباره برمیگردم به نوت دو. حالا من ازتون میخوام که حتما ویدئوی قبلی رو تماشا کرده باشین، خوب چک کرده باشین، تمریناتش رو انجام داده باشین، چون میخوایم امروز دقیقاً هرچی که اون جلسه گفتم و بیام ادامهش رو الان براتون توضیح بدم. بچه‌ها ما برای اینکه بتونیم قطعه‌ای رو اجرا بکنیم باید بتونیم نوت‌ها رو بخونیم. حالا مثل این میمونه که برای اینکه بخوایم حالا یه جمله‌ای رو بخونیم باید بیایم یک سری حروف الفبا رو بلد باشیم، بیاریم بنشونیمشون کنار همدیگه و در نتیجه چیکار بکنیم؟ یک کلمه درست بکنیم، اون کلمه رو بخونیم. ملودی هم همینه که من جلسه پیش بهتون اومدم گفتم فرق ملودی و موسیقی رو گفتم. حالا ملودی هم همین میشه یا موسیقی هم همین میشه. برای مثال فکر کنین یک کلمه رو شما در نظر بگیرین. مثلا برای مثال دارم میگم، من میگم مادر. خب کلمه مادر از میم، الف، دال، اون حرکتی که روی دال هستش و ر تشکیل میشه. ببین من اومدم چیکار کردم؟ اومدم چند تا حروف الفبای فارسی رو کنار هم دیگه گذاشتم و یک کلمه فارسی درست کردم. موسیقی هم همینه. من میام چند تا نوت رو کنار هم دیگه میذارم، اگه خوشگل کنار هم بشینن و یک ریتم زیبا داشته باشن و صداها بالا پایینشون خوب باشه، بم و زیرشون خوب باشه، به ما میان یک موسیقی جذاب میدن. یعنی تمام موسیقی های زیبایی که شما شنیدین، تمام ریتم های زیبایی که گوش دادین و گوشتون باشون حال کرده از همین نوت ها تشکیل شده. هیچ چیزی خارج از این دو ره می فا sol لا سی که بهتون گفتم نیستش، همش داخل اینه. مهم اینه که چجور اجرا شده، یک سری قوانین روش اومده نشسته، یک سری علامت ها روش اومده نشسته، ولی بیس اصلیش همین نوت هایی که میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم. بچه ها گفتم که من برای اینکه بتونم نوت ها رو بخونم میام نوت ها رو روی خطوط حامل می نویسم. خب همون جوری که حروف الفبا رو من میام توی دفتر یک خط می نویسم یا حروف انگلیسی رو میام توی دفتر دو خط می نویسم، نوت ها رو میام روی اون 5 تا خط حامل می نویسم. حالا دفتری که اون 5 تا خط حامل داشته باشه بهش میگیم دفتر نوت. بچه ها حالا همونجوری که بهتون گفتم هر نوتی یه خونه خاص خودشو داره. خب وقتی بدونیم که هر نوتی کجا زندگی میکنه، وقتی بدونیم که هر نوتی چه شخصیتی داره، چه رنگ صدایی داره، خب اون موقع است که میتونیم هر آهنگ یا هر ملودی یا هر قطعه‌ای رو یا اجرا بکنیم یا بخونیم. خب پس یادتون نره چی گفتم هر نوتی یه شخصیت جدا داره، هر نوتی یه رنگ صدا، یه ولومی داره. مثلا چی؟ الان اینا رو جلوتر وقتی اجرا بکنین یا بشنوین صداهای نوت ها رو با سازهای مختلف خوب متوجه میشین. مثلا نوت سول یه صدای پر انرژی داره، برعکسش نوت دو نوت آرومیه. خب یا مثلا نوت لا یه نوت خیلی لطیفیه.
اینا رو جلوتر با هم دیگه خوب یاد میگیریم. یه کوچولو صبوری بکنین اینا رو قشنگ متوجه میشین. قبل اینکه بچه بریم شروع بکنیم نوت‌خوانی رو، یه چیزی رو من بیام باتون چک بکنم، اینکه ببینم ترتیب نوت‌ها رو ما بلد هستیم یا نه. خب ترتیب نوت‌ها چیه؟ همون که بهتون گفتم. ببین گفتم اینجوری، حالا ترتیبای مختلفی هستش. خب حالا ولی بهتره به نظر من با همین ترتیب حفظ بکنی، با همین ترتیب بریم جلو که توی نوت‌خوانی هم بعدا مثلا اگه دسته اول نوشتی خواستیم بریم دسته دوم با همین ترتیب پیش بریم خیلی راحت تر میشه براتون. گفتم چه ترتیبی رو پیش ببرین؟ گفتم ترتیب دو، ره، می، فا، sol لا، سی. حالا بیایم در رابطه با همین نوتایی که با هم دیگه کار کردیم یه سری تمرین انجام بدیم. بیایم یکی در میون بگیم. مثلا از دو بگیم، همون دو ره می فا sol لا سی. بیایم یکی در میون بگیم. میگم دو می sol سی. آفرین. حالا از آخر به گروه اول ببین میتونی، یعنی دو ره می فا sol لا سی رو از آخر به گروه اول. سی، لا، سول، فا، می، ره، دو. اوکیه؟ اینجور تمرین ها رو قبل از اینکه بخوایم بریم ادامه ویدیو یه دقیقه ویدیو رو استاپ کن انجام بده. یا مثلا بگو که ترتیب نوت‌ها چجوریه، اگه برعکسش کنم چجوریه، اگه یکی در میون بگم چجوریه. خب این بازی بکن با نوت‌ها که دوباره یادت بیاد و الان در ادامه ویدیو به مشکل نخور. بچه سیستم نوتی که الان با هم دیگه کار کردیم، همین دو ره می فا sol لا سی، سیستم هجاییه. خب این سیستم یه سیستم هجاییه. یه سیستم دیگه هم داریم به اسم سیستم الفبایی. خب که من میام از نوت لا شروع میکنم، یعنی میگم لا، سی، دو، ره، می، فا، sol. حالا نگاه کن چجوری می نویسمشون. میام مثل حروف انگلیسی می نویسم، میگم لا، سی، دو، ره، می، فا، sol. اوکی؟ بعد میام چیکار میکنم؟ با حروف انگلیسی زیرش می نویسم. لا میشه A، سی میشه B، دو میشه C، ره میشه D، می میشه E، فا میشه F و sol میشه G. این سیستم برمیگرده به سیستم همون کوک کردن سازها. یعنی اگه شما مثلا میخواین سازتون رو کوک بکنین، اگر مثلا حالا تیونرتون، یعنی اون وسیله‌ای که باش ساز رو کوک میکنین، بخواد نوت سول رو بهتون نشون بده، میاد حرف انگلیسی جی رو نشون میده. فعلا اصلا با اینا کار نداریم. من فقط گفتم این که متوجه بشین که ما همون یه دونه سیستم رو نداریم. خب اینو خواستم جهت اینکه اطلاعاتتون بیشتر بشه بهتون بگم. پس ما فعلا با همون سیستم دو، ره، می، فا، sol لا، سی که یه سیستم هجایی هستش کار داریم. خیلی خوب. پس بریم برای نوت‌خوانی. ما برای نوت‌خوانی نیاز داریم که نوت‌ها رو حفظ باشیم. بعد از اون برای اینکه بخوایم نوت‌خوانی بکنیم به یه دونه کلید نیاز داریم. آقا نگاه کن کلید چیه؟ اون گوشه عکسی که براتون گذاشتم رو نگاه بکنین. یه خط حامل داریم میبینیم که اون گوشه یه کلیدی اومده نشسته. خوب نگاه بکن کجا دارم بهت نشون بدم. آها. این کلیدی که داریم میبینین بچه‌ها کلید سول هستش. اسمش روشه. کلید سول. از کدوم نوت داره میاد؟ از نوت سول. یه تقلب بهتون برسونم. همین الان ما جای یه دونه نوت رو یاد گرفتیم. جای نوت سول رو من و تو الان یاد گرفتیم. نگاه کن کجا نشسته. خیلی خفنه. یعنی ببین خود خط حامل آورد به ما تقلب رسون. گفتین آقا کلید سوله. جای نوت سول هم اومد به من و تو گفتش. خب یعنی چی؟ اگه ما ترتیب رو بدونیم اینجا کمکمون میکنه. خب حالا به من بگو بعد نوت سول چیه؟ گفتم دو، ره، می، فا، sol لا. اوکی؟ بعد نوت سول چی بود؟ لا. نگاه کن لا میاد کجا میشینه؟ دقیقاً اومد بالاش. بعد نوت لا چیه؟ میگم دو، ره، می، فا، sol لا، سی. آفرین. بعد نوت لا چی بود؟ سی. نگاه کن دقیقاً اومد بالاش. یه چند تا پایین سول رو بگیم دوباره. قبل نوت سول چیه؟ میگم دو، ره، می، فا، sol. فا، sol. قبل نوت سول چیه؟ فا. نگاه کن دقیقاً اومد نشست پایینش. قبلش چیه؟ می. آفرین. اومد قشنگ نشست پایینش. همین ترتیبی که برات کامل میذارم خوب نگاه بکن.
نگاه کن از خط اول حامل، می، فا، سول، لا، سی، دو. آفرین. ببین متوجه این نکته شدی؟ دقیقاً همینو میخواستم متوجه بشی که این چرخه سی تموم شد، دوباره من برگشتم به نوت دو، از اول دارم شروع میکنم. پس نگاه کن، گفتم نوت سی میشه اینجا، بعدش دوباره برمیگردم به دو. دو، ر، می، فا، سول، لا، سی. الان شاید مغزت تعجب کرده باشه، آقا 5 تا خط حامل ما تموم شد، اونای چیه اون بالای خط حامل کشیدی؟ الان بهت میگم. ببین قشنگ من، ما یک سری نوت ها رو میایم روی خط حامل مینویسیم چون جا میشن. اون بند خداهایی که جا نمیشن و ولشون نمی کنیم که، میایم مینویسیم روی خطوط حامل. یعنی نگاه کن، من روی خط حامل اگه خود خط ها بخوام حساب بکنم و بخوام بین 2 تا خط ها رو حساب بکنم، 9 تا نوت رو میتونم بنویسم. بالا پایینش رو کاری ندارم، بین خط ها و روی خط ها رو اگه بخوام بنویسم 9 تا نوت رو میتونم بنویسم. خب من بقیه نوت ها رو چیکار میکنم؟ میام از یک چیزی استفاده میکنم به نام خط کمکی. خط کمکی به من و تو کمک میکنه که آقا مثلا برای مثال نوت سولی که جا نمیشه روی خطوط حامل رو اونجا جا بدم. خب یا نوت لای که جا نمیشه روی خطوط حامل بیام اونجا جا بدم. من تا بی نهایت میتونم از بالا بنویسم، یعنی روی خطای کمکی. از پایینم همینطوره ها، از پایینم من میتونم این کار رو بکنم. نگاه کن الان اون پایین رو نگاه کن، یک سری نوت برات نوشتم، نوت دو رو آوردم نوشتم، نوت ر رو آوردم برات نوشتم، از پایینم همینجور، یعنی از دو طرف من تا بی نهایت میتونم نوت بنویسم. حالا بستگی داره که قطعا مثلا تا کجاها نوت نیاز داشته باشه. خب یعنی امکان نداره که، یعنی اینطوری نیستش که مثلا من بیام همینجوری برای خودم بنویسم. خب با توجه به اون قطعه‌ای که داریم مثلا تنظیمش میکنیم و نوت‌ها یا نوت‌خوانیش میکنیم، این خط‌های کمکی به ما کمک میکنن که بیایم نوت‌هایی که میخوایم رو توی خطوطمون جا بدیم و ملودیمون رو بسازیم. پس الان شما نوت‌خوانی یاد گرفتید. الان ما یاد گرفتیم که مثلا نوت دو کجا نشسته میشه یا نوت سول کجا میره میشینه. اصلا بیاین ازتون بپرسم ببینم یادتون مونده نوت سول کجا میشینه؟ خیلی خوبه که حتی اگه حدودی هم یادت مونده باشه. آفرین، دقیقا میاد روی خط دوم حامل میشینه. بیایم یه سری تمرین ما هم انجام بدیم، با تقلب پیش میریم. خب من بهتون میگم که نوت فا، خب کجاهای خط حامل من نوت فا دارم؟ ببین پیدا میکنی؟ آفرین، یه دونه بین خط اول و دوم حامل دارم و یه دونه روی خط پنجم حامل دارم. شمارش خط حامل که یادت نرفته، گفتم از پایین میشماریم میریم به بالا. نگاه کن، 1 2 3 4 5. اینا گفتم فراموش نکرده باشی الان سوتی بدی. یا حالا بیایم نوت ری رو به من نشون بده که روی خط حامل بره بشینه. باریکلا. این تمرینا رو بچه‌ها با خودتون انجام بدین. ببینین حالا در ادامه بهتون توضیح میدم که چطور باید تمرین بکنیم با اینا. بچه‌ها پس کل نوت‌خوانی میشه این که شما یه ترتیب نوتی بر خودت بلد باشی. خب این خیلی مهمه، یعنی اگه واقعا به تقلب میرسه مثلا شما جای
نوت سل رو میدونی کجاست، خب ولی نوت مثلا دارم میگم نوت سی رو نمیدونی کجا، نوت لا رو نمیدونی کجاست. میای میگی آقا مثلا من جای نوت لا رو نمیدونم کجاست. نوت قبل لا چی بود؟ نوت سل بود. سل من کجا می آوردم می نوشتم؟ روی خط دوم. خب پس لا کجا میشه؟ میگم دو می فا سل لا، یعنی یه نوت میره بالاترش میشه. تو اگه این ترتیبو بلد نباشی از این تقلب خفن هم نمیتونی استفاده بکنی. پس یکی اینکه ترتیب نوت ها رو بلد باشی، دو همین که لسایی که بهت گفتم روی خط دوم به ما میگه که به ما تقلب میرسونه، به ما میگه که آقا روی خط دوم اسمش سل هستش و ما همین جوری پیش میبریم و میبریم جلو. یعنی چیدمان نوت ها اینجوری از نوت سل کمک میگیره. حالا من 2 تا تکنیک بهتون میگم واسه این که بتونیم با هم دیگه نوت ها رو خوب یاد بگیریم که بتونیم بخونیمشون. ببین یه دونه من یکی از استادان بهم یاد داد، اونو بهتون میگم و یه دونه هم که از یه جای دیگه یاد گرفتم. حالا من الان 2 تا روش بهتون میگم واسه این که کمک کنه نوت‌خوانیتون خیلی خفن‌تر و بهتر بشه. اولین روش، بیا نوت ها رو به 2 دسته تقسیم کن. نوت هایی که روی خطوط هستن و نوت هایی که بین خطوط هستن. یه خط حامل خوشگل بکش، کلید سل رو روش بذار. کشیدن کلید سل هم حالا من این تصویر رو نگاه بکن قشنگ ببینی از کجا اومده. کشیدن کلید سل هم 3-4 بار تمرین کشیدن کلید سل هم 3-4 بار تمرین بکنی خوب یاد میگیری. قشنگ دستت میاد چه جوریه. حالا به این کار نداریم. گفتم نوت ها رو بیایم به 2 دسته تقسیم کنیم. نوت هایی که روی خطوط هستن و نوت هایی که بین خطوط هستن. خب یه خط حامل خوشگل بکش، کلید سل رو بیا روش بذار، یه خط زارت بکش وسطش، یعنی تقسیم بر 2 بکن خطتو. بیا نوت هایی که روی خط حامل هستن و نوت هایی که بین خط حامل هستن رو بکش. میام چیکار میکنم؟ نگاه کن. نوت هایی که روی خط حامل هستن: می، سول، سی، ر، فا. نوتایی که بین خط حامل هستن: فا، لا، دو، می. اوکی؟ این اسامی رو با هم دیگه حفظ میکنیم و خوب میشه گوشی ذهنتون. این یه روش بود، یعنی تمرین کردنیه دیگه. مثلا من میگفتم که خب نوت سل کجا میشینه یا مثلا نوت سی کجا میشینه. این میشه یه روش دیگه. حالا مثلا کاربردش هم اینجوری بهتون بگم، مثلا میگم نوت سل رو زیاد گفتیم، مثلا با نوت یه نوت دیگه بریم. میگم که نوت سی مثلا کجا میشینه. نوت سی بین جزء اونایی بود که بین خط حامل میشه یا روی خط حامل میشه. میگم بین نوتی بودش که روی خط حامل میشه. خط چندم حامل میمن میشه، روی خط سوم حامل میمن میشه. اینجوری میتونی پیش ببری. حالا یه روش دیگه هم هستش خب که من یکی از استادان بهم یاد داده. میام چیکار میکنیم؟ میام روی برگه آچار خب یا روی یه دونه دفتری که داره خطهای حامله چند تا خط حامل برای خودم مشخص میکنم. خب مثلا 6-7 خب حالا میام چیکار میکنم؟ میگم آقا از همون ترتیب خودمون شروع کنم، از نوت 2 شروع میکنم. میگم نوت‌های 2 که ما میبینیم رو بیایم روش بنویسیم. کجا داریم نوت 2؟ اینجا داریم، اینجا داریم، اینجا داریم. خب بعد دوباره میام درست میکنم، میرم سراغ نوت بعدی. میگم نوت ر رو کجا بذارم؟ نوت ر اینجا دارم، اینجا دارم، اینجا دارم. نوت می رو کجا بذارم؟ نوت می اینجا دارم، اینجا دارم. حالا مثلا یه دونه براتون حل بکنم. همین نوت می رو کجا بذارم؟ میگم که من نوت می یه دونه روی خط اول حامل دارم، یه دونه بین خط 4 و 5 حامل دارم. خب یا فا، میگم نوت فا یه دونه بین خط اول و 2 حامل دارم، یه دونه روی خط 5 حامل دارم. خب همینجوری پیش برو تا اون ترتیبی که داری تموم باشه، یعنی هم دو ره می فا صل لا سی رو کامل برای خودت چیده باشی. انقدر پیش میری تا دیگه نوتی نباشه که ننوشته باشیش. خب حالا من یک سری نوت ها رو مثلا نوت ر یه دونه روی خط حامل دارم خب ولی در عوض یه دونه روی خط کمکی پایین دارم، یا مثلا حتی امکان داره بالاتر داشته باشم. خب
اینها هم با توجه به این تصویری که من براتون الان گذاشتم و با هم مرورش کردیم، میام چیکار میکنم؟ از روی این تقلب میکنم برای دفعه اول، ولی از اینجا به بعد و دیگه مثلا یکی دو بار که خوب ریویو کردی، قشنگ نشست گوشه ذهنت، دیگه ببین برگرد رجوع کن به حافظت، ببین چند تا یادت باشه، اصلا اشتباه بگو یادت نیاد، برو قشنگ بشین رو اون چند تایی که یادت مونده، اینا رو خوب یاد گرفتی، دوباره برو یه دور تقلب بکن، دوباره برگرد نوت بنویس برای خودت. ببین ترتیب نوت‌ها رو اگه بلد باشی خیلی سریع میتونی اجرا بکنی یا خیلی سریع میتونی میخونی دیگه. مکس نمیکنه مثلا بگی خب این چه نوتیه، این نوت نمیدونم پایینیش چیه، نوت سوله، نوت سول دو ره می فا سول لا پس این میشه لا. ببین این الان اوکی این کارا رو بکنیم خب، ولی هرچی بریم جلوتر، هرچی حرفه‌ای تر بشی، خیلی خیلی روانتر و سریعتر میشه کارت. فعلا بچه‌ها تا اینجا کافیه. ما این جلسه یک جلسه پرباری رو با هم دیگه داشتیم و سپری کردیم که نوت خوانی کردیم. جلسه بعد خیلی بیشتر قراره روش مانور بدیم. قراره بهتون بگم که آقا فرق اون نوت فایی که مثلا اون پایین خط حامله، بین خط اول و دوم خط حامله، با اون نوتی که فایی که رفته اون بالا روی خط پنجم حامل نشسته چه فرقی داره. اینا رو قشنگ با هم دیگه یاد میگیریم. یعنی هر چی که من اون جلسه قبلی بهتون گفتم و دونه دونه میخوام بیام با مثال بهتون نشون بدم. جلسه اول یک سری بیس ها رو بهتون گفتم، حالا در ادامه میام قشنگ با مثال براتون توضیح میدمشون. مرسی که تا اینجای ویدیو رو دیدین. حتما تمرینایی که بهتون گفتم رو انجام بدین. منظورم دقیقاً همین روش ها، دو تا روشی بودش که برای نوت خوانی بهتون گفتم، یا اینکه نوتا رو آورین دو دسته کردیم، اونایی که روی خطن، اونایی که بین خطن، یا اینکه همین تمرین دومی که بهتون گفتم. بد نیست که جفتشو انجام بدین، خوبه که جفتشو انجام بدین. حالا هرچی تمرین بیشتر داشته باشیم، دیسیپلین داشته باشیم توی تمرینمون، یعنی استمرار داشته باشیم، بیشتر بهمون کمک میکنه. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو رو دیدین. من آتنا هستم و قصدم اینه که تجربیاتم هرچند که اندکم هست به شما منتقل بکنم. دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی فعلا خدا نگهدار.